بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این جلسه ان شاء الله تعالی میپردازیم به سوره مبارکه الحمد شریف. از پروردگار میخواهیم این سوره مبارکه را برای ما راهنما قرار بدهد، نه فقط به زبان بلکه در فکر و عمل ما قرار بدهد. آمین یا رب العالمین. واژه الحمد واژه در زبان عربی به معنای ستایش آگاهانه از روی شناخت است. الحمد لله رب العالمین. تمام ستایش از آن خداوند جل جلاله پروردگار همه جهان است. این آیه یک گزارش اساسی نیست، یک بیانی هستی شناخته شده است. در کیهان شناسی مدرن جهان، عالمین متعددین، جهان ماده، جهان انرژی، جهان قوانین، جهان حیات، همه تابع نظم قانون ثابتند. رب یعنی کسی که میفرماید حفظ میکند، هدایت میکند و به کمال میرساند. پس آیه مبارکه میگوید سرچشمه نظم کیهانی یک رب آگاست، نه این تصادفی به بار آمده است و نه سیستم رها شده است، یعنی رها نشده است عزیزان، که ما به این فکر و این اندیشه باشیم مثل که دیگران که میگن این دنیا خود با خود به وجود آمده و کسی هم نیست که کنترل از این به دست داشته باشه. نه عزیزان من. الرحمن الرحیم، بخشنده و فراگیر، مهربان، هدایتگر در جهان هستی. خورشید برای همه میتابد، قوانین فیزیک برای همه یکسان است. امکان حیات به طور عموم فراهم شده است. این همان رحمانیت الله است. رحمت آن رحمت است که جهت میدهد آگاهی اخلاق. نجات از بی‌هدفی، یعنی جهان فقط قابل زیستن نیست، قابل معنادار زیستن است. مالک یوم الدین، فرمانروای روز محاسبه برگشت. در علم میگوید هیچ کنشی بدون پیامد نیست. هر انرژی حساب دارد، هر حرکت اثر میگذارد. این آیه مبارکه میگوید همان گونه که جهان فیزیکی حسابمند است، جهان اخلاق و عمل نیز حسابمند است. یوم الدین یعنی روز آشکار شدن نتیجه ها، نه انتقام بلکه عدالت نهایی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. عزیزان من، دوستان من، شما وقتی که نماز می خوانید، حالا بحث مذهب ما نداریم، همه باید سوره مبارکه الحمد بخوانند. وقتی ما سوره الحمد با تمام موردها و تعلیل و مسائلی که من بیان کردم، بنابراین شما با پروردگار عهد می‌بندیم که ما پروردگارا، ما غیر از تو دیگه کمک نمیخواهیم، فقط و فقط همه تو، همه چیز دست تو است.
همه چیز تو رب هستی و ربوبیت دست تو است. پس بنابراین ما دیگه نباید دست به انواع و اقسام موردا بندازیم. فقط تنها و تنها ما باید از پروردگار بخواهیم. پس از توصیف کیهان ربوبیت، انسان جایگاه خود را تعریف می کند. ایاکه مقدم شده حصر مطلق، نعبد و نستعین جمعاً. مسئولیت اجتماعی، ما نه بنده قدرت، نه بنده علم بی اخلاق، نه بنده نظام های ساختگی. عبادت یعنی پذیریش حاکمیت خداوند در تصمیم، رفتار و جهت زندگی. اهدنا الصراط المستقیم، ما را برای راست هدایت کن. در جهان پر از مسیر انسان بدون هدایت گم می شویم. عزیزان، ما وقتی به جای می رویم تا راهنمایی نداشته باشیم، خب چیز مسلمه که گم می شویم. پس بنابراین ما باید ضرورت به هدایت داشته باشیم. زمانی که ما پروردگار می خواهیم که ما هدایت کنه، باید ما هم قدم های برداریم عزیزان. یعنی از این که بدون ازی که ما هیچ نوع مورد از خود نشان ندهیم. یعنی لحاظ اخلاق، لحاظ ایمان، لحاظ تقوا، لحاظ پریزگاری، از لحاظ انفاق، از لحاظ کمک بشردوستانه. بنابراین همیشه هم بگیم پروردگار ما را هدایت کن. خب این نمیشه بعد عزیزان. بنابراین ما باید، این به دست خود ماست که باید ما تحرک داشته باشیم. ما باید ایمان خود، وجدان خود را از ویروس ها پاک کنیم. این ویروس ها زمانی که ایمان و وجدان ما تحت کنترل داشته باشم، ما نمیتوانیم کار انجام بدهیم. حالا حداقل بیاییم تا جایی که امکان پذیر است، تا جایی که وسع و توان شما میرسد، تا جایی که قدرت در مورد اقتصاد دارید، به امنوهان خود، امنو فرق نمی کند عزیزان، کمک بشردوستانه انجام بدهید، با یتیما، با فقرا، با مساکین. پس بنابراین وقتی که ما این کارا را انجام بدهید، بنابراین موفق می شویم. یعنی یک مثال دیگه هم خدمت شما می آورم. وقتی دانشجو درس می خواند، یک مشکلی در زمانی برایش پیدا می شود، استاد برایش 100% مراعات می کند، به خاطری که این دانشجو نصد. بنابراین اگر شاگردی یا دانشجویی در صنف درس خوان نیست، اصلا توجهی به هیچ مضامینی نمی کند، استاد هم به توجهی ندارد، برای از اینکه استاد زحمت خود کشیده اما او توجهی نداره. پس بنابراین استاد طرف حساب از او به کسایی است که به علاقمند به درس هستم، علاقمند به علم هستم، علاقمند به فهم و دانش هستم. اما زمانی که ما علاقمندی به همچون موردهای خدای ناخواسته نداشته باشیم، دیگه ما نمیشویم که هر کس از ما سوال کند که چرا تو این کار انجام ندادی، بگویید من همه وقت از پروردگار میخواهم که مرا هدایت کنه، خدا مرا هدایت نکرده. نه، همچون موردی نباید گفت. پس بنابراین عزیزان من، باید ما و شما هم در این را قدم برداریم. صراط المستقیم، کوتاه‌ترین، امن‌ترین، هدفمندترین مسیر، نه فقط افراد
نه فقط تفرید، نه رها شدگی، نه جبر. صراط الذین انعمت علیهم، میگوییم پروردگارا راه کسانی که به آنها نعمت دادی. هدایت نظری نیست عزیزان، تجربه شده است. این آیه مبارکه میگوید الگویی وجود دارد، انسانهای موفق در معنا نه فقط در قدرت. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه راه خشم گرفتگان نه گمراهان. دو انحراف بزرگ: دانستن بدون اخلاق غصب، نیت خوب بدون شناخت ضلالت. سوره هم با تعادل عقل ایمان این مورد به پایان میرسد. سوره هم جنبندی کیهانی از این سوره مبارکه این است عزیزان: جهان نظم دارد، نظم آگاهانه است، رحمت محور است، انسان مسئول است که زندگی حسابدار، هدایت ممکن و ضروری است. پس بنابراین عزیزان ما به اینها همه ضرورت داره. باز هم از شما دوستان عزیزان تقاضای من این است که ویدیوهای قبل را ببینید شما که پروردگار عالم در این سوره هم چی یک نظمی، چی یک دعایی، تمام چیز به حرف آیه منظم ترتیب کرده است. باز هم از پروردگار می‌خواهیم که خداوند نظم و قانون و فکر و ذهن ما و شما را روشن بگرداند که تا ما در زندگی خود موفق باشیم. دوستان عزیز من، ما دعایی که میکنیم بیاییم به دنبال چیزی بگردیم که مادر همه ضرورت هاست. ما دعای ما روی مادیات است، نه، ما دعا بیاریم روی فهم، دانش، عقل جاگزین کنیم. چرا که پروردگار اگر به ما و شما مرحمت کند، ما و شما عقلی داشته باشیم، فکری داشته باشیم، ذهنی داشته باشیم، همه چیز ما روشن باشد، پس بنابراین ما در زندگی خوب همه چیز بهتر، خوبتر اجرا میکنیم. دوستان من در این مطالبات خدمت شما عرض میکنم که کلمات عقل و فهم و دانش به کار میبرم. دوستان این مورد خدای نخواسته برای شما بر نخورد که ما همه عقل داریم، دانش داریم، فهم داریم. اینه من قبول دارم، هر کس به اندازه توان. یعنی ایکویی که در مغز وجود دارد دانشمندان کشف کردن به حساب درجه بندی، حالاها از درجه 50 یا 45 شروع می شود تا 130 یا 140 همچی درجه بندی وجود دارد. بنابراین ما می خواهیم اینه بگیم که پروردگارا این درجه مغزی که برای ما وجود داره اینه به اصطلاح یک خورده یا یک اندازه پیچش بالا ببرن. پس برای از شما تقاضامندم که خداوند جل جلاله برای شما حسنه عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.